به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همراهان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز هم با من همراه هستید. امروز قراره بریم سراغ الفبای کار اورژانسی، یعنی سنگبنای تمام اقدامات ما که بهش میگیم ارزیابی اولیه مصدوم. این اولین و ضروری‌ترین قدمیه که هر امدادگری باید کاملاً بهش مسلط باشه. پس بیایید با هم وارد این بحث فوق‌العاده مهم بشیم. ببینید، این جمله دقیقاً فرق بین کسی که توی شرایط بحرانی دست و پاش رو گم میکنه و کسی که میتونه مؤثر عمل کنه رو نشون میده. وقتی شما یه فرایند مشخص و تکرار شده تو ذهنتون داشته باشید، دیگه سردرگم نمیشید. این فرایند مثل یه نقشه راه عمل میکنه و به شما اعتماد به نفس میده که قدم به قدم جلو برید. و اما مفهوم دقایق طلایی. این موضوع اصلاً شوخی بردار نیست. مغز انسان بدون اکسیژن فقط چند دقیقه میتونه دوام بیاره. برای همین ارزیابی اولیه و اقدامات ما باید برق آسا و در عین حال دقیق باشه. ما واقعاً داریم با ثانیه‌ها مسابقه میدیم. هر لحظه اینجا ارزش طلا رو داره. خب اصلاً این ارزیابی اولیه که اینقدر ازش حرف میزنیم یعنی چی؟ فکر کنین یه چکلیست خیلی سریع و منطقی تو ذهنتونه. ما با این چکلیست به صورت روشمند جلو میریم تا مطمئن بشیم که اول از همه بزرگترین و فوری‌ترین خطراتی که جون مصدوم را تهدید میکنه شناسایی و مدیریت میکنیم. کل این ارزیابی روی 4 ستون اصلی بنا شده. 4 گام ساده و پشت سر هم که اساس کار ماست. این 4 مرحله رو باید مثل اسم خودتون بلد باشید و بتونید چشم بسته انجام بدید. خب، میرسیم به اولین قدم و اولین سوال کلیدی. آیا فردی که جلوی ماست هوشیاره یا نه؟ جواب این سوال مثل یه دوراهی عمل میکنه و تمام اقدامات بعدی ما رو تحت تأثیر قرار میده. تکلیف ما با یه مصدوم هوشیار کاملا متفاوته با یه مصدوم بیهوش. روش کار خیلی ساده است. بهش میگن صدا بزن و تکون بده. با احتیاط به مصدوم نزدیک میشید، آروم به شونه‌هاش ضربه میزنید و همزمان با صدای بلند و واضح صداش میکنید آقا، خانوم، حالت خوبه؟ اگه هیچ جوابی نگرفتید، حتی یه ناله کوچیک یا یه حرکت جزئی، یعنی فرد بیهوشه و باید بدون تلف کردن حتی 1 ثانیه بریم سراغ مرحله بعدی. و اما مرحله دوم. اینجا یه نکته فوق‌العاده حیاتی وجود داره. توی یه آدم بیهوش شایع‌ترین چیزی که راه نفسش رو میبنده خود زبونشه. بله، درست شنیدید. وقتی فرد بیهوش میشه، عضلاتش شل میشن، زبون میفته ته حلق و مثل یه درپوش مسیر هوا رو مسدود میکنه. اینجا توی این تصویر قشنگ میتونید تفاوت رو ببینید. در حالت اول زبان مسیر هوا رو کاملاً بسته، اما در حالت دوم با یه مانور خیلی ساده این مشکل مرگبار حل شده و مسیر تنفس دوباره باز شده. همین حرکت ساده تفاوت بین مرگ و زندگی رو رقم میزنه. خب، چطوری این مانور نجات بخش رو انجام بدیم؟ 3 حرکت ساده بیشتر نیست. قدم اول، یه دستتون رو بذارید روی پیشونی مصدوم. قدم دوم، 2 انگشت دست دیگه‌تون رو بذارید زیر قسمت استخونی چونش، نه قسمت نرم زیر گلو. و قدم سوم، خیلی آروم سر رو به عقب خم کنید و همزمان چونه رو به سمت بالا بیارید. تمام. به همین راحتی راه هوایی باز شد. بسیار خوب. راه هوایی رو باز کردیم. حالا نوبت چیه؟ باید بفهمیم اصلا مصدوم نفس میکشه یا نه. و برای این کار یه قانون خیلی مهم داریم. ما حداکثر و فقط 10 ثانیه وقت داریم، نه بیشتر. برای این کار از 3 از حواسمون به طور همزمان استفاده می‌کنیم. به این روش میگن نگاه کن، گوش کن، حس کن. یعنی چی؟ یعنی سرتون رو میبرید نزدیک صورت مصدوم، گونه‌تون رو نزدیک دهانش نگه می‌دارید و همزمان 1 به بالا و پایین رفتن قفسه سینه‌اش نگاه می‌کنید، 2 به صدای نفس‌هاش گوش میدید و 3 گرمی هوای بازدمش رو روی گونه‌تون حس می‌کنید. اینجا یه نکته فوق‌العاده مهم وجود داره که میتونه جون یه نفر رو نجات بده. گاهی مصدومی که دچار ایست قلبی شده، یه نفس‌های بریده و صداداری میکشه، شبیه نفس کشیدن ماهی بیرون از آب. این نفس کشیدن طبیعی نیست. اینها نفس‌های آخر و غیر مؤثر هستن. اگر این حالت رو دیدید، 1 لحظه هم شک نکنید. فرض رو بر این بذارید که مصدوم نفس نمیکشه و بلافاصله اقدامات لازم رو شروع کنید. خب، رسیدیم به مرحله 4.
اولین چیزی که باید اینجا بدونید اینه که ما تو این مرحله دنبال نبض گرفتن نیستیم. این یه اشتباه رایجه. هدف ما اینجا فقط و فقط یک چیزه: پیدا کردن خونریزی‌های شدید و خارجی. خونریزی‌هایی که اگه کنترل نشن میتونن مصدوم رو توی چند دقیقه از پا در بیارن. چطوری این کار رو انجام میدیم؟ با یه نگاه سریع از سر تا نوک پای مصدوم. چشماتون رو سریع روی کل بدن میچرخونید. دنبال چی میگردید؟ دنبال لباسی که غرق خون باشه، دنبال یه گودال خون که زیر بدن مصدوم روی زمین جمع شده. اینها علائم هشداری هستن که به ما میگن وضعیت خیلی خطرناکه و نیاز به اقدام فوری داره. خیلی خوب، حالا وقتش همه این قطعات پازل رو بذاریم کنار هم. یادتون نره کل این فرایند 4 مرحله‌ای باید مثل یه حرکت هماهنگ و سریع در کمتر از 60 ثانیه انجام بشه. هدف اینه که ما یه تصویر کلی و سریع از وضعیت مصدوم به دست بیاریم. این جدول یه خلاصه خیلی خوب از کل چیزیه که با هم مرور کردیم. برای هر مرحله یه اقدام مشخص داریم و یه سوال کلیدی که باید بهش جواب بدیم. پاسخگویی، هوشیاره یا نه، راه هوایی، بازه یا بسته، تنفس، به طور طبیعی نفس میکشه یا نه، و گردش خون، خونریزی شدید و قابل مشاهده داره یا نه. این چارچوب نقشه راه ما تو لحظات اولیه و حساسه. و در اینجا جا داره اشاره کنم که تهیه، تنظیم و گردآوری مطالب این دوره بسیار کاربردی و ارزشمند حاصل زحمات جناب آقای ابوبکر احسانفر، کارشناس محترم فوریت‌های پزشکی بوده که صمیمانه از ایشون تشکر می‌کنیم. خب دوستان، شما الان ساختار دانش لازم رو در اختیار دارید. اما دانش به تنهایی کافی نیست. گام بعدی اینه که این مراحل اونقدر تمرین و تکرار بشن تا تبدیل به واکنش ذاتی شما بشن، یه چیزی شبیه غریزه. این دانش فقط یه سری اطلاعات تئوری نیست، یک قدرته. قدرتی که میتونه روزی جان یک انسان را نجات بده. پس برای تمرین و به دست آوردن این قدرت آماده باشید.